سلام. امروز یه پیشنهاد جدید براتون دارم. من یه جفت چراغ خودرو دارم و میخوام اونا رو بفروشم. کسی حاضره بخره؟ شما به محض اینکه این چراغا رو میبینید سوالی تو ذهنتون میاد که این چراغا برای کدوم ماشینه؟ 206 405 یا شاید هم پارس. ذهن شما شروع میکنه بررسی کردن شکل و اندازه و قاب و بقیه ویژگی‌های این چراغا تا بتونه تصمیم بگیره به کدوم خودرو تعلق دارن. این یکی دیگه از توانایی‌های ذهن ماست که بهش میگیم دسته‌بندی کردن. ذهن ما تو هر لحظه داره از دسته‌بندی کردن استفاده میکنه. وقتی چشم ما به هر شیء میخوره، ذهن ما تصمیم میگیره این شیء چیه. وقتی صدایی به گوش ما میخوره، ذهن ما تصمیم میگیره این صدای چیه. پس دسته‌بندی کردن تو زندگی ما اهمیت خیلی زیادی داره. از همینجا متوجه میشیم اگه ما بتونیم هوش مصنوعی‌هایی بسازیم که بتونن تو دنیای واقعی دسته‌بندی انجام بدن، چقدر میتونه ما کمک کنه. به نظر شما چه اوضاعی تو زندگی واقعی و صنعت وجود دارن که ارزش دارن برای اونها یه هوش مصنوعی بسازیم که بتونه دسته‌بندی کنه؟ ایده‌هاتون رو برام کامنت کنید تا در موردش با هم صحبت کنیم. خدا نگهدار تا ویدئوی بعدی.